محمد اقبال صدرالدین و محیدین کبیری، آیا شما بار اندیشه نکردید که مردم شرفمند تاجیک دیگر فریفته هر گونه سخنها نمی شود؟ آن نمایشنامه‌ای که در فیلم بشرفی تمام مردم دنیا و فارسی زبان ها تماشا کردند برای آنها یک مشکلاتی هم بود. مشکلات در آن بود که هم ملت آنها با کارهای دست زده است که به شرف و شأن انسانی موافق نمی آید. شما فراموش کردید که خلق بزرگوار تاجیک جنگ شهروندی تحمیلی را اثر گذرانید، خانه آنها در آتش جنگ سوخت. آیا دوم مراتبه فریفته سخنهای شما می شود؟ محیدین کبیری و محمد اقبال صدرالدین، شما از دور ایستاده خلق تاجیک را به نه زدن و پس زدن دولت و حکومت مشغولید. آیا 30 سال استقلال، ترقیات شهر دوشنبه، کلا دگرگون شدن وطن را از خاطر برآوردید؟ چی میشد که یک بار دیگر از بحر همه این چیزها گذشته تجربه تلخی تاریخی را، یعنی جنگ شهروندی را پیش رو می آوردید؟ ملت تاجیک آن ملت 20 سال 30 سال پیشینه نیست که فریفته هر گونه گفته ها شود. استقلال اکنون به وی بخت و سعادت داده است. محمد اقبال صدرالدین، محیدین کبیری، من خیلی برای خود رقت آور می دانم که شأن شرف ملت تاجیک را دیگر قومیت ها از روی نمایش این فیلم ها و پستی می برند. آنها در سیمای شما سیمای ملت را می بینند. آن چیزی که محمد اقبال این فیلم نمایش داده شد و مردم دیدن، یک بار دیگر باوری حاصل کردند که به فطرتی، به شرفی، به شأن اعتباری دست زدن به خاندان سرور دولت، سخنهای پس زدن. آیا شما خواهر مادر ندارید؟ میلش چیزی که هست به شکل مصلحت، اصلاح کمبودی ها. در کدام دور و زمان کدام دولت به کمبودی بود؟ مثلا در 80 سال اتحاد شوروی آیا سهو خطاها نداشت این دولت؟ یگانه با راه مصلحت همدیگر فهمی سبب می شود که ما وطن خود را آباد کنیم. امروز دور ایستادن، نه زدن، پس زدن، حقاره دادن. آیا دشنام حقاره دادن در اسلام عزیز جایز است؟ هرچند که ما به این کار سر و کار نداریم، لیکن من دعوت بران میکنم که به خدا از بحر این چیزها گذارید. پس زدن نه زدن ملت خود، پس زدن شأن اعتباری خاندان خود، پدر و مادر خود می باشد.